که مشاهده کردین این بزرگترین آکواریوم دنیاست به نام آکوا ورلد. آکوا ورلد یه نوع شرکت چیز بود، حالا ماهیگیر بود یا مردم بازدید کنند زیادی داشت. شرکت آکوا ورلد در زمان قدیم یه دونه پری دریایی پیدا میکنن. آره پری دریایی فکر میکنی الکیه؟ نه واقعیه. اونها یه نوع پری دریایی پیدا میکنن و میخواستم بیارن شخص اونجا. موقعی که داشتن پری دریایی رو حمل میکردن اونو داخل یه استوانه شیشه‌ای قرار داده بودن و یه پارچه سیاهی روشون داده بودن و یکی از مطبوعات اومد پارچه سیاه رو کشید و جک که یک از کارکنان اونجا بود دید که پری دریایی قیافه خیلی زشتی داره، شبیه اسکلت و باله هاش هم سیاه و بلنده و ترسید از این ماجرا و اونو بردن داخل. و شرکت آکوا ورلد یه شیفت شبانه قرار داده بود که مردم بی خانمان و بدون خانواده رو و تنها رو می آوردن اونجا مجانی بازدید کنن. خب و بعد یه روز دوست جک که اسمش مایکل بود داشت نگهبانی میداد، چون شیفت شب کار میکرد نگهبانی میداد و بعد رفت داخل آنجا، رفت داخل چی بود؟ رفت داخل بازم فکر کنیم لابی و اونجا رو میخواست نگاه کنه که ببین چه خبره، چون صدای فریاد اونو بیدار کرده بود. رفته بود اونجا داره چک کنه، دید که آدمای عادی که شیفت شب می اومدن رو داخل یه قفس نگه می داشتن و اونو به خورد پری دریایی می دادن، یعنی داخل استوانه پری دریایی اولش که می دیدیم عادی رفتار می گرد، فقط نگاه مردم می گرد تا می اومد پایین و میخواستن شنا کنن که برن به سمت بالا تا فرار کنن. پری دریایی به سویشون حمله می کرد و اونا رو می خورد و این داستان برای اون عجیب بود. مایکل عجیب بود و مایکل با پلیس تماس گرفت. خب و شرکت آکوا ورلد که به پلیس رشوه داده بود، پلیس حرفای رئیس شرکت رو قبول نکرد. مثلا اینا که آقا جان حرفای مایکل رو قبول نکرد، گفت که شما دارین دروغ میگید و مایکل هم خب از این موضوع خب چیز شده بود دیگه. یه شب مایکل رفته بود در خونه شون و مایکل به جک زنگ زده بود، به جک گفته بود جک اونا اومدن پشت در خونه ما، وصیتمو می‌نویسم، برو داخل خونه و وصیتمو بخون. جک هم گفته بود داره الکی میگه، داره دروغ میگه، داره سر کارم میذاره، بلش کرد، قطعش کرد و خوابید. صبح فردا یکی از کارکنان دیگه به جک خبر رسوندن که مایکل یکی داخل خونش اونو کشتن و جک از این موضوع باخبر میشه و اینا و جک همون تصمیم گرفت همون کاری که مایکل کرده بود و همون کار رو انجام بده و رفته بود پشت اون قایم شده بود که همینطوری رفته بود پشت جواب قایم شده بود که دوباره صدای فریادی میشنوه و میره یه چکی کنه، میبینه دوباره همون اتفاق داره میفته، ولی این دفعه پری دریایی مثل قبل نبود. موهای بلند بلندی داشت، باله هاش از رنگ سیاه به مرواری تبدیل شده بودن، پوستش از پوست خاکستری و استخوانی چاق شده بود دیگه، بگم بدنش مثل یه اندام زن عادی بودش. خب و بعد جک از این موضوع خیلی تعجب میکنه که چطوری این اتفاق افتاده و همین دوری فرداش هم خواست همین کار رو کنه. فرداش رو هم همین کار کرد و جک رفته بود اون بالا تا یه فیلمی از اونا بگیره، چون کارکنان دیگه نبودن، رفت از پریداری فیلم بگیره. پریداری به سمتش حمله کرد و اقدر پریداری با حمله کرد شیشه رو خورد شد و شکست. شیشه که شکست همه پریداری جک اینا همه افتادن، آب اینا همه ریخت دیگه نگم واسهتون. و یه مردی اومد داخل، یه مرد غریبه. جک گفت کی هست؟ اینا نیزه رو گرفت سمتش و گفت کی هستی؟ گفت من کسی هم که این پریدریایی به شرکت شما فروختم. اون کاشف پریدریایی یعنی نگهبان دریا بوده
اون از حیوانات ماورای دریا مراقبت میکرد، از ماهی ها و اینا مراقبت میکرد که کسی که بر نداردشون. مثل این باغبونا هست داخل پارک ها مراقبت میکنن کسی گلا رو نچینه، اون همون کارش. موقعی که داشتم این کارو میکرد گفت من نفهم، گفتش من کسی هم که این پری دریایی به شما فروختم و تو باید آروم باشی. به طرز عجیبی یهو دیدیم پری دریایی پا در آورد، پای انسان، پای کوتاه انسان در آورد و مرد گفت که انقدر انسان به خورده ایشون به این پری دریایی دادن که پا در آورده و بعد با یه چاقو دو تا پاشو برید و یه تور انداخت روش رو با خودش برد و بعد شرکت آکوا همون سال ورشکست شد و سال بعد اعلامیه زدن گفت معجزه بعدی در راه هست. یعنی قرار بود که آقا جان یه هیولای جدیدی وارد کنن، ولی ترسناکترین ماجرایی که وجود داشت چرا باید کسایی که داخل شیفت شب می اومدن اونجا نگامی که بازدید کننده که از داخل شیفت شب می اومدن اونجا رو باید به خورد پری دریایی میدادن، اونا رو داخل زندان، داخل یک قفس زندانی میکردن، با پله آتش نشانی میبردنشون بالا و حولشون میدادن داخل آکواریوم پری دریایی و پری دریایی به سوی اونا حمله میکرد و میخوردشون. خب و این هم از ویدیوی امروز. خوشحالم که این ویدیو رو تماشا کردید و تا یه داستان جالب و ترسناک دیگه. خدا نگهدار.